أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. هو الله الذي لا إله إلا هو خالق الأرض وخالق السماوات وكان بهم لطيف خبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله وسراجا منيرا. أما بعد أيها الكرام، قال رب السماوات ورب العرش العظيم فيما نزل على سيد الأنام: ولقد آتينا لقمان الحکمة صدق ربنا صاحب الروح والکلام. بینندگان عزیز و نهایت گران، ارج برنامه قصه های قرآن با درود و سلام بی پایان بر آستان خرم و انور شما عزیزان. امیدوار هستم خوب و صحت و سلامت در کانون گرم خانواده هایتان بوده و صحت و عافیت نصیبتان و زندگانیتان لحظه از محوریت الطاف پروردگار منان بدور مباد. خوشحال هستم از یک بار دیگر من احمد خیام صادقی به اتفاق دستندرکارانه بی نهایت کوشا و زحمتکش برنامه و دختران و پسران نازنین تا یک ساعت دیگر از پنجره رسانه شبکه جهانی آریانا از مستطیل رسانه این شبکه مهمان خانه های شما خواهیم بود. همراهی شما را تا آخرین دقایق برنامه خواهان هستم و امیدوار هستم که برنامه های با مورد پسند شما واقع شده باشه. اگر بنابر هر دلیل قسمت از برنامه قصه های قرآن را از دست دادین، میتونین سر بزنین به چنل یوتیوب قصه های قرآن و شبکه جهانی آریانا و در قسمت تماما برنامه قصه های قرآن را که به شکل مسلسل آپلود شده را مشاهده بکنین. نظریات نیکتان را هم با ما شریک بسازین و دنبال کردن سابسکرایب چنل یوتیوب را هم فراموش نکنین. خب پسرها و دخترای خیلی ها نازنین در خوش آمد میگم. امیدوار هستم خوب و صحتمند باشن و حالا احوالشان بی‌نظیر. خوب هستین پسرها و دخترها؟ بله. آماده هستین که بخیر داستانمان را آغاز بکنیم؟ بله. داستان را که قرار است در این برنامه در محوریت از او صحبت بکنیم دو داستان خیلی زیبایی هست. داستان اول ما هست داستان لقمان حکیم. یک تن از بزرگوارانی که پروردگار از ایشان و بزرگی و حکمت یاد کرده و تحفه حکمت خود را برای ایشان داده. قاضی خیلی ها توانا، شخص حکیم، شخص که خیلی یک خطاب زیبایی داشت، شخصی که توانایی سخنرانی خیلی زیبایی داشت، لقمان حکیم. ابتدا آغاز میکنیم که خود لقمان کی بود. در سلسله برنامه‌های قبل از آدم ابوالبشر آغاز کردیم و به سید المرسلین حضرت محمد مصطفی علیه افضل صلات و السلام خاتمه دادیم داستان پیامبران را و آغاز کردیم از اصحاب و بزرگوارانی که در قرآن کریم ذکر شده اما ایشان پیامبر نبودند. امروز این شخصیت بزرگوار هست لقمان حکیم. سالها قبل طبق بسیاری از روایات در زمان حضرت داوود پیامبر در حبشه، در قاره افریقا، در ایتوپیای امروزی یک فرزند متولد میشه به نام لقمان. لقمان از آوان طفولیت یک طفل بسیار ذکی و هوشیار بود دخترها و پسرها. یک طفل بود که تماما نزاکات اجتماعی را بلد بود. طفل بود که مورد پسند و مورد توجه قوم و فامیلش قرار داشت. به همین شکل آهسته آهسته لقمان بزرگ میشه. لقمان حکیم از کودکی عادت داشت که سر به جنگل بزنه. یعنی چند نظر بره به جنگل و از جنگل یک سیر داشته باشه و دوباره برگرده. لقمان حکیم یکی از روزها میره به جنگل، اما هر باره که لقمان از جنگل دید و بازدید میکنه، هر باره که مشاهده میکنه، در پی از این میباشه که خب خدایا این جنگل به اینقدر زیباییش، این جنگل به این درختان بلندش، این جنگل به این پرندگان و بسیار حیوانات دیگر که قرار داره، باید یک خالق داشته باشه. باید یک ذات باشه که اینا را خلق کرده باشه. باید یک مدبر داشته باشه.
باید یک صانع داشته باشه. و همواره به همین فکر فرو میره. به شب و روز نگاه میکرد. میگفت پروردگارا، شب و روز آفتاب و مهتاب به این نظم بسیار زیبایی که دارن میچرخن. فصلها به وجود میآیه، ماهها میگذره، انسانها میمیرن، انسانها زنده میشن. همه از اینا باید یک خالق داشته باشه. مگر ممکن است چنان یک نظام بزرگ بدون خالق باشه؟ نه خیر. ممکن است دخترها و پسرها؟ نه خیر. ممکن نیست. اصلا عقل انسانی حرف را قبول نمیکنه که این چنین یک خلقت عظیم بدون یک مدبر، بدون یک مولا و بدون یک صانع بوده باشه. آهسته آهسته لقمان بزرگ میشه. هنگامی که بزرگ میشه یکی از روزها یک سیر می داشته باشه در جنگل. طبق معمول میره در جنگل به خلوت میپردازه و تفکر میکنه. پسر و دختر تفکر. خداوند متعال افراد را دوست داره که در خلقت از او فکر میکنن. افراد را دوست داره که به عقل و منطق اسلام و پروردگار را قبول کردن، نه به اساس سلسله میراث یا کدام حرف دیگر، نه به اساس این که آبا و اجداد من مسلمان بود من هم مسلمان هستم. نه، مسلمان واقعی، مؤمن واقعی کسی است که اول میاندیشه، میبینه که واقعا چنین حقایق وجود داره، واقعا دین به این چنین زیبایی وجود داره، واقعا پروردگار به چنین عظمت وجود داره. بعد میاین اسلام را قبول میکنن. خب یکی از روزها لقمان حکیم در خواب بود. هنگامی که ایشان در خواب بودن چشمانشان را میبندن و میبینن که یک ملائکه بسیار زیبا و بسیار بزرگ میاد در مقابلشان، میگه ای لقمان، پروردگار برای تو حکمت را عطا کرده. پروردگار برایت حکمت را عطا فرموده. هنگامی که لقمان حکیم دوباره از خواب بیدار میشه، میفهمه که قلبش دیگه پر شده از نور ایمان و در همون قسمت سجده میکنه به پروردگار و شکر پروردگار را بابت از این نعمت به جا میاره. دخترها و پسرها، هنگامی که چنین کار انجام میشه چند مدت بعد حضرت لقمان سفر میکنه. خب در این قسمت یک سوال پیش میه، آیا لقمان پیامبر بود و یا نه خیر؟ در قرآن کریم از لقمان من حیث حکیم یاد شده، درست؟ نگفته که ولقد آتینا نبینا لقمان الحکمه، رسولنا، رسول الله، به این الفاظ خطاب نکرده. پس قرآن کریم ایشان را پیامبر خطاب نکرده. بهتر است که ما همیشان را من حیث یک شخص حکیم بشناسیم. ولا الغیب عند الله، هیچ کس نمیدانه که آیا ایشان پیامبر بودن و یا خیر، اما برای ما بهتر است که به همین لفظ حکیم به همراه ایشان اکتفا بکنیم. حضرت لقمان از زادگاه خودش از ایتوپیا، از حبشه سفر میکنن و تصمیم میگیرن که یک سیر در جهان داشته باشن. هنگامی که در او سن نوجوانی سفر میکنن در یک منطقه میرسن که برده فروشا ایشان را اسیر میکنن و میگه ما قرار است با همراه تو چی کار بکنیم؟ تو را به یک شخص به بردگی میفروشیم و پولش را اخذ میکنیم. چنین کار را هم انجام میدن. پروردگار میخواد لقمان را امتحان بکنه که آیا بنده ما طاقت اسارت و بردگی را داره و یا خیر؟ در مقابل از این اسارت و بردگی صبر میکنه و یا خیر؟ و یا شکیبایی پیشه میکنه؟ ان الله مع الصابرین. متوجه هستین پسرها و دخترها؟ ان الله مع الصابرین. پروردگار به همراه کی است؟ به همراه صابران است. فاصبر صبرا جمیلا. عاقبت صبر هیچ وقت خالی نمیمونه. شما ببینین عاقبت صبر حضرت ایوب را که در اون مورد یک برنامه مفصل داشتیم که اگر از
نزد بینندگان عزیز باقی مانده، میتوانند در چنل یوتیوب قصه های قرآن او را مشاهده بکنند. آیا صبر حضرت ایوب بدون پاداشمان؟ نه خیر. آیا صبر لقمان حکیم بدون پاداش میماند؟ نه خیر. حتما پروردگار پاداش صبر را اعطا میکنه. در همین مقطع می باشه که یک تن از بزرگان قوم میایه، بزرگان همی خود قومه که در قسمت سکونت داشتن و این برده فروش ها حضرت لقمان حکیم را می فروشن به این شخص بزرگ و این هم لقمان را خریداری میکنه. روزها میگذره، لقمان حکیم اصلا شکایت نمیکنه، میگه پروردگارا خودت این تقدیر را برای ما دادی و خودت میبینی. من برای تو نمیگم که پروردگارا مرا رها بکو از اسارت. تو خودت بیننده هستی، خودت میفهمی که من در چی حالت قرار دارم، خودت از اوضاع زندگی من با خبر هستی، خودت میدانی که من در چی حالت هستم. پس پروردگارا من برای تو شکایت نمی کنم، من از سرنوشته که تو برای من تعیین کردی راضی هستم. رضیت بالله رب، به ای که پروردگار رب به من هست راضی هستم. رضیت بقضائک، به قضایت راضی هستم، به سرنوشته که برای من تعیین کردی راضی هستم. و اما در این متوجه باشین دخترها و پسرها، انسان هیچ وقت خود را نباید بسپاره به دست سرنوشت. میدونین چه قسم؟ در این قسمت من باید یک چند نکات را ارائه بکنم. مثلا کسی حرف را گفتن نمیتونه که گویا سرنوشت ما بد بود، سرنوشت ما بود که من باید چنین کار را انجام بدم و من هم انجام دارم. نه خیر. پروردگار برای ما اختیار داره، ما میتوانیم در زندگی خود کار را انجام بدیم. در همین مقطع می باشه که یک روز صاحب لقمان حکیم، همین شخص بزرگ، لقمان را در نزدش صدا میکنه، میگه ای لقمان برو یک گاو را ذبح بکو و بدترین و پلیدترین قسمت وجود از او را بیار برای من. لقمان هم میگه درست است، من چون این کار را انجام میدم. حضرت لقمان حکیم ای که کدام کار را انجام میده و صاحبش چی عکس العمل را نشان میده. بعد از ذبح از او گاو انشاءالله بعد از یک رفت و برگشت کوتاه هم خدمت شما پسرها و دخترای نازنین و هم محضر بینندگان گران اجر و والا منزلت بیان خواهیم کرد. دم حاضر وقفه خیلی خیلی ها کوتاه، بعد از تازه کردن یک نفس انشاءالله در محضر شما قرار خواهیم داشت. فعلا رفت و برگشت کوتاه، دوباره با برنامه خودتان همراه باشید. بینندگان خیلی عزیز و نازنین برنامه قصه های قرآن، سپاس بابت نگاه های مهربانتان که تا این برنامه را تعقیب کردین. عزیزان که تازه به برنامه ما پیوستند، چی از داخل و چی هم از خارج کشور و از سراسر این گیتی پهناور، سلام و احترامات قلبی بنده را پذیرا باشند. امیدوار هستم زندگانیشان در پرتو رحمت الهی قرار داشته باشه و سرافراز هر دو سرا بمانند. خب رسیده بودیم در داستان کی؟ لقمان حکیم. در قسمت رسیده بودیم که صاحب لقمان حکیم برایش میگه ای لقمان تو برو یک گاو را ذبح بگو و بدترین و پلیدترین قسمت از این گاو را بیار در نزد من. لقمان حکیم هم چنین کار را انجام میده و میره این گاو را ذبح میکنه، قلبش را بیرون میکشه به همراه زبانش. بعد از شستشو میاره در نزد صاحبش و میگه ای بزرگ قوم بفرما این هم پلیدترین قسمت وجود گاو، وجود زنده جان. هنگام که صاحبش رو میبینه تعجب میکنه، میگه چطور قلب و زبان را انتخاب کردی؟ اما حرف به لقمان حکیم نمیزنه. میگه خب درست است ای لقمان، این بار برو یک گاو دیگر از ذبح بکو، بهترین و خوبترین قسمت وجودش را برای ما بیار. دوباره لقمان حکیم میره یک گاو را ذبح میکنه و باز قلب و زبانش را میاره در نزد صاحبش و میگه بفرما این هم بهترین و پاکترین قسمت وجود انسان، وجود مخلوقات پروردگار، نه تنها از حیوانات بلکه از تمام بشریت. صاحبش تعجب میکنه، میگه ای لقمان آیا اصلا تفکر کردی به کاری که انجام میدی؟
تو یک بار قلب و زبان را در پلیدترین قسمت وجود برای ما آوردی، یک دفعه قلب و زبان را در بهترین قسمت وجود. حالا این بهترین است یا پلیدترین؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. که اگر قلب مهر بخوره دخترها و پسرها، اگر قلب انسان پلید شود، اگر قلب انسان آغشته به گناه شود، دیگر نه گوش برای شنیدن هست، نه دیدگان برای دیدن حق هست و انسان تباه میشه. قسمی که بیان کردم، ایمان را پروردگار عالمیان چی میگه؟ میگه اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. هر آن کس مؤمن است که به زبان اقرار بکنه اما به قلب تصدیق بکنه. ولو اگر کس اسلام را، دین پروردگار را به زبان اقرار بکنه اما به قلب تصدیق نکنه و ایمان باطل است. اگر ما احکام پروردگار را به زبان قبول داریم و به قلب قبول نداریم، باطل هست. اگر ما احکام پیامبر خدا را به زبان قبول داریم و به زبان اطاعت میکنیم اما به قلب اطاعت نمیکنیم، باطل هست. پس را بدانید که اگر قلب و زبان یک انسان پلید بود و در راه بد کار گرفته شد، از این داز کرده هیچ چیز پلید نیست، هیچ عضو پلید نیست. و اگر قلب و زبان یک انسان برای درست از او استفاده شد، از این داز کرده هیچ عضو پاک و نجیب نیست. هنگامی که این حرف را لقمان حکیم بیان میکنه برای این بزرگ قوم، این شخص متحیر میشه، میگه به واقعیت چی یک جواب لقمان برای ما داد، چی یک حرف درست و زیبایی را لقمان برای ما بیان کرد. این خود درست میگه، به واقعیت هم حقیقت حرف لقمان هست. آهسته آهسته این بزرگ قوم در میان دیگر بزرگا این حرف را بیان میکنه و دیگر بزرگان هم هنگامی که میبینن که لقمان چنان یک برده با فهم و فهیم و با حکمت هست، آوازه لقمان در تمام قوم میپیچه و هر کس از لقمان یاد میکنه که لقمان یک شخص بسیار مدبر و دانای هست. لقمان یک برده نیست بلکه یک آزاده هست. و صاحبش چی میگه؟ میگه من لقمان را آزاد کردم. لقمان حکیم آزاد میشه و یک مقدار مال و دارایی بسیار زیاده هم برای لقمان حکیم بخشیده میشه. لقمان حکیم هم آهسته آهسته ازدواج میکنه. بعد از اینکه ازدواج میکنه صاحب فرزند میشه. هنگامی که صاحب فرزند میشه، برای فرزندش 10 حکمت را بیان میکنه. 10 حکمت را. چند حکمت را پسرا و دخترا؟ 10 حکمت. خیلی زیبا. از این 10 حکمت ما میخوایم به چند حکمتی که مرتبط به این درس هست بپردازم. اولین حکمت را که برای فرزندش بیان میکنه، میگه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. به پروردگارت شرک نورز، مشرک نباش، شرک اختیار نکو که پروردگار هر گناه را ببخشه، شرک و بعض گناهان دیگر را نمیبخشه. شرک بزرگترین ظلم است که تو در حق خودت میکنی. جسم را، شخص را، چیز را شفیعت قرار نتی به پروردگار الا پیامبره که او هم در روز قیامت به اذن و اراده پروردگار شفاعت میکنه. مردم مشرک چی میگفتن؟ بخاطر از این خوب حالا شما ببینید که یک دلیل و برهان داشته باشن. میگفتن و هؤلاء شفعاؤنا عند الله. میگفتن این سنگ و چوب و آفتاب و مهتاب را که ما پرستش میکنیم، خب درست است، اگر خدا نیست شفعای ما در نزد خداوند هست. اما پروردگار چی میگه؟ میگه لعنت بر سر شما که خدایتان را اینقدر دور فکر میکنین که به خاطر نزدیک شدن به خدایتان واسطه و تقرب میجوید. مگر خدا از رگ گردن هم کرده برایتان نزدیک نیست؟ مگر نگفتم که و نحن اقرب الیه من حبل الورید؟ مگر نگفتم از رگ گردن هم کرده برای شما نزدیک در هستم؟
مگر نگفتم ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. مگر نگفتم ادعونی استجب لکم؟ مگر نگفتم شما دعا بکنین من دعایتان را اجابت میکنم؟ پس گفت شرک یک ظلم بسیار عظیم هست که تو در حق خود انجام میدی. از شرک بپرهیز. دومین حکمتش چی بود پسرا و دخترا؟ و بالوالدین احسان. و پدر و مادر خود احسان بکن. دروازه بهشت بروی کسی که پدر و مادر ازش ناراض هست بسته است. قدم مونده نمیتونه کسی که پدر و مادرش از اون ناراضی هست به بهشت، به جنت. پس به پدر و مادر خودت احسان بکو. از اوامر پدر و مادرت تا جایی که نقض امر پروردگار نباشه اطاعت بکو. اما اگر پدر و مادر افراد مشرک بودن مانند آزر و حضرت ابراهیم علیه السلام، پدر و پسر، تو امر از آنها را اطاعت نکو، اما با آن هم حرمتشان را نشکن. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هیچگاه از یک مخلوق به معصیت خالق اطاعت نکنید. هیچ وقت حرف یک مخلوق را برخلاف امر خالق اطاعت نکنید. حکمت سوم را که برش داشت گفت نماز را برپا بدار. عبادتت را به شکل درست و صحیح و احسنش انجام بده. شما ببینید پروردگار از عبادت ما بی‌نیاز هست. او اصلا ضرورت نداره که ما برایش عبادت بکنیم، بلکه ما بندگی خود را، سپاسگزاری خود را به آستان پروردگار با عبادت خود نشان میدیم که پروردگارا از این که اقدر نعمات را در اختیار ما قرار دادی، از این که دست و پا و سر و صورت و چشم و گوش و هر نعمت مادی و معنوی دیگه برای من دادی، من ازت سپاسگزار هستم. از این که مرا لایق بندگی خودت دیدی سپاسگزار هستم. پس عبادت خود را به شکل درست و خوب انجام بدی. حکمت دیگری را که می آموزه میگه لا تمشی فی الارض مرحا. بروی زمین با خوشحالی و کبر و غرور راه نرو. ان الله لا يحب كل مختال فخور. پروردگار هر شخص فخر فروش و مغرور و متکبر را دوست نداره. بروی زمین خدا با آرامی را برو، با وقار و با صولت راه برو، با تکبر و غرور، با خوشحالی، با سربلندی که سر ما به ثریا میرسه راه نرو. که سرنگون ساختنت پیش پروردگار یک لحظه است. همون قسمه که فرعون را سرنگون ساخت، همون قسمه که نمرود را سرنگون ساخت، همون قسمه که شداد و امثال هم را سرنگون ساخت. پس بر روی زمین پروردگار با کبر و غرور راه نرو. با خوشحالی و بسیار حالت که فکر بکنی از همه عذاب پروردگار ایمن هستی را نرو. این بود چند حکمت از لقمان حکیم که باید در این قسمت بازگو میکردیم. و یک پند و اندرز بسیار مهم را که ما میتونیم از این داستان اخذ بکنیم این هست که پروردگار متعال برای هر کسی که بخواه حکمت میبخشه. هر کسی را که بخواه هدایت میکنه. هر کسی را هم که بخواه گمراه میسازه. اما هیچ وقت پروردگاری را نمیخواه که بندگانش گمراه باشه. اما دست کی از دی میان؟ دست شیطان. سپاس از اینکه تا ایدن با برنامه همراه بودین و قصه ما را به گوش دل شنیدین دخترها و پسرای نازنین. فعلا یک رفت و برگشت کوتاه داریم. در بخش بعدی انشاءالله داستان خیلی ها زیبای اصحاب قریه را محضرتان بیان خواهد کردیم. بینندگان عزیز و نازنین سپاس بابت همراهی شما تا این لحظه.
فعلا رفت و برگشت کوتاه دوباره با برنامه خودتان، برنامه قصه های قرآن با یک داستان جدید و ناب همراه باشید. بینندگان عزیز و والا منزلت برنامه قصه های قرآن، خیلی ها خوش آمدین به برنامه خودتان. عزیزان که تازه به برنامه پیوستن هم سلام و احترامات مرا پذیرا باشن. در این قسمت داستان لقمان حکیم به پایان میرسه و میرسه داستان اصحاب قریه که کدام داستان بود، کدام اعمال را مرتکب شدند، کدام عاقبت در انتظار ایشان بود را انشاءالله در این بخش در اون مورد بحث خواهد کردیم. باز هم تاکید میکنم لطفاً سر بزنین به چنل یوتیوب قصه های قرآن، در اون قسمت برنامه های ما را که به شکل مسلسل آپلود شده را بیننده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب را هم فراموش نکنین و حتما نظریات نیکتان را برای ما بنویسین. خب پسرها و دخترای نازنین، میرسیم در مورد داستان اصحاب قریه. وضرب لهم مثل اصحاب القریة اذ جاءهم المرسلون در سوره یاسین خیلی ها زیبا بیان شده که انشاءالله آیه هایش هم محضرتان قرائت خواهد کردم در بخش بعدی. در بخش پرسش و پاسخ در اون مورد هم خواهد پرداختیم. خب داستانش از کدام قرار هست؟ در زمانه های قدیم در یک قریه که به اتفاق بسیاری از مورخین میگن انطاکیه بود، یک تعداد از مردم زندگی میکردن. این تعداد مردم همهشون مشرک و بت پرست بودن. بت‌های بسیار بیجان و سرد و سنگی را میپرستیدن. اما در این میان یک شخص مومن و متقی هم بود که پروردگار را میپرستید، الله متعال را میپرستید. اسم این شخص بود حبیب و این شخص میدونین چه شغل داشت؟ نجار بود، نجاری میکرد و مشهور بود به حبیب نجار. حبیب نجار یک شخص مؤمن و متقی بود تا ای که آهسته آهسته تصمیم میگیره، میگه خب من که پروردگار را شناختم، من که الله متعال را شناختم، باید مردم هم پروردگار را بشناسن، باید مردم هم رب العزت را بشناسن، باید مردم هم بفهمن که پروردگارشانی سنگ و چوب و بت‌ها و اصنام را که خودشان ساختن نیست. شروع میکنه به دعوت مردم و مردم را دعوت میکنه به دین پروردگار. آغاز میکنه به دعوت خودش و به همین شکل پیش میره تا ای که مردم دوباره مثل امی اصحاب ایکه و اصحاب مدین و قوم نوح علیه السلام میگن حبیب تو یک شخص دیوانه هستی، العیاذ بالله. تو یک شخص هستی که عقلت زائل شده، تو ما را از چیز منع میکنی که آبا و اجداد ما او را میپرستیدن. حبیب در جوابشان چی میگه؟ میگه و مالی لا اعبد الذی فطرنی. میگه چی شده منه که پروردگاره که من خلق کرده را نپرستم، برو می سنگ و چوب و بت‌های شما را بپرستم. و مالیه، بالای من چی شده؟ چی اتفاق افتاده؟ چی شده مرا؟ نه خیر، من که عقل دارم، من که میفهمم، من که تفکر میکنم که چطور ممکن است سنگ و چوب مرا آفریده باشه، به من زندگی بده، به من حیات بده، به من ممات بده. مرگ و زندگی به دست پروردگار هست. رب المشرقین و رب المغربین. پروردگار رب و آفریننده مشرق و مغرب است. رب السماوات و الارض، پروردگار آسمان ها و زمین است. هو الله الذی لا اله الا هو. او پروردگار هست که هیچ معبود بغیر از او وجود نداره. اما مردم تکذیب میکنن حبیب را و برایش میگن که ای حبیب، تو دیگر در این شهر زندگی کرده نمیتونی، در این قریه زندگی کرده نمیتونی. دکان نجاری حبیب را میبندن و ایشان را با بسیار یک حالت بد و ضرب و شتم از شهر بیرون میکنن.
حبیب تصمیم میگیره که بر چند مدت در یک غار، در یک مغاره، در یکی از کوههای همو قریه برای عبادت پروردگار را بکنه، بدور از آزار و اذیت از این مردم جبار و ظالم. این هم همین کار را انجام میده و میره در اون قسمت به عبادت و ریاضت خود مشغول میشه. هر روز عبادت پروردگار را میکرد، ذکر پروردگار را میگفت، در میان جنگل های زیبا پروردگار متعال را ذکر میکرد و عبادت خود را به جا می آورد. تا که یک مدت، یک روز پروردگار 2 تن از مرسلین، رسولان را، پیامبران را میفرسته به قریه، به همین قریه‌ای که حبیب نجار بود، به اسمهای صادق و مصدوق. اسم یکی بود صادق و اسم دومی بود مصدوق. صادق و مصدوق حرکت میکنن و میآیند در این قریه شروع میکنن به دعوت یکتاپرستی. اما دوباره همین حاکم از این قریه و همین مردم بت پرست و مشرک گفتن نه خیر، شما پیامبر نیستین، جادوگر هستین، شما افراد کذاب و دروغگو هستین، العیاذ بالله. شما کسانی هستین که فقط از سینه و از قلب خودی حرف ها را بیان میکنین، وگرنه پروردگار وجود نداره، العیاذ بالله. نزول وحی وجود نداره، العیاذ بالله. گفتن خبر و جاء ولا وحی و نزل، هیچ خبر از نزول وحی نیست، شما دروغگو هستید. اما صادق و مصدوق، مرسل های پروردگار، رسولان پروردگار، پیامبران پروردگار، از دعوتشان منصرف نشدن و به دعوت ادامه دادن. یک روز حبیب را به یاد دارین؟ بله. حبیب در مغاره مشغول عبادت بود، میبره از مغاره بیرون و میبینه که یک کاروان از همین قریه حرکت کردن و میره به تجارت به سمت یک مکان دیگه، به سمت یک سرزمین دیگه و ایشان را ملاقات میکنه. میگه چی خبرها در قریه ما و شما، چی حرفها هست؟ میگه ای حبیب آیا اطلاع نداری؟ میگه نه خیر. میگه 2 پیامبر در قریه ما آمده و اما هر قدر هم که تبلیغ میکنن، هر قدر هم که برای مردم نصیحت میکنن، مردم حرف ایشان را قبول نمیکنن و در همین بت پرستی خودشان مشغول است. حبیب تصمیم میگیره که حرکت بکنه به سمت شهر. میآید در شهر و به همراه از این پیامبرا به دعوت خود ادامه میده. در همین مقطع می باشه که در میان بازار حبیب ایستاده میشه و میگه ای مردم، آیا میدانید که شما فردا روز محشر با کدام روی به سمت پروردگار نگاه میکنین؟ با کدام دلیل در مقابل پروردگار می ایستین؟ شما پیامبران خدا را تکذیب نکنین به خاطر مال و ثروت دنیا، به خاطر 4 روزه که شما برای ادعای پوچ و بی‌معنای خود باشین. پروردگار را ناراض نسازین. در همین مقطع می باشه که شیطان به شکل یک انسان خود را آراسته می سازه و می آید در میان از این جماعت و میگه ای مردم، بلند فریاد میکنه، میگه حبیب را به قتل برسانین، حبیب را از بین ببرین، اگر او شما را از راه گمراه خواهد کرد. مردم فاسد و گمراه و خشمگین و وحشی حمله میکنن بالای حبیب مظلوم و میگن که ای حبیب، فقط 1 لحظه ما برای تو وقت میدیم که از این ادعای خود بگذر، وگرنه با هر چی که ما در دست داریم تا را از بین میبریم. حبیب میگه ای مردم، اگر شما از من سودای دنیا در مقابل آخرت را میخواین، من این کار را انجام نمیدم. اگر شما مرا میخواین که آخرت خود را، دارالقرار را به دنیای شما بفروشم، من این کار را انجام نمیدم. من این حرف را انجام نمیدم و هرگز این کار را نمیکنم. میخواین مرا به قتل برسانین، به قتل برسانین. من شهید میشم، من در نزد پروردگار خود خواهم رفت. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحتی جان طلبم و از پی جانان بروم. از این منزلگه ویران شما، از این دنیای شما که همه پر از پلیدی و ناپاکی است، من میرم و شهید میشم در راه پروردگار. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر. از میان مؤمنین کسانی هستند که تا آخرین
قطره خون خود به میثاق خود با پروردگار استوار میمانند و این مردم ظالم بالای حبیب حمله میکنند و حبیب بزرگوار را به شهادت میرسانند و حبیب شهید میشه و پروردگار برایش چی میگه؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل شو به جنت من. قیل ادخل الجنه، وارد شو به جنت من. به جنت وارد شو که به تحقیق ای جنت مکان و جایگاه دوست و حبیب شهید وارد بهشت میشه. در همین مقطع شیطان بیان میکنه که ای مردم، حبیب را خو کارش را تمام کرده، این دو پیامبر را هم به قتل برسانین، صادق و مصدوق را. خب مردم کجا میدانن که این شخصی که اینها را نصیحت میکنه شیطان هست؟ کی میدانن که فرد ناصح قرار است که اینا را بدبخت و تباه بکنه؟ اما اینا حرکت میکنن که صادق و مصدوق را هم به شهادت برسانن. اما پروردگار قبل از اینکه اینا این کار را انجام بدن پیامبران خود را نجات میده و کوه بسیار بزرگ را بالای ایشان ویران میکنه و تمام از این کسانی که حبیب را به شهادت رسانده بودن و مشرک بودن و به پروردگار یکتا ایمان نداشتن به شهادت میرسن. و ای بود سرانجام اصحاب قریه، کسانی که آمدن شرک اختیار کردن، کسانی که آمدن پروردگار را، اوامر پروردگار را سطحی شمردن و چه شجاعت و رشادت را حبیب از خود نشان داد که گفت نفس از مه هست، کی برایم داده؟ این جان را، این تن را کی برایم داده؟ گفت پروردگار. پس فدای پروردگار. من حرف ندارم. من گفت هیچ وقت آخرت خود را به دنیای شما، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرت هی دار القرار. گفت من آخرت خود را به این دنیای 4 روزه شما، به این دنیایی که یک متاع فریبنده بیش نیست معامله نمیکنم. و هزاران درود باد بر روح پرفتوح این چنین اشخاصی که جوان مردانه در راه دین خود مبارزه میکنند و به شهادت میرسند. سپاس از اینکه تا ایدن با برنامه ما همراه بودین. دخترها و پسرای نازنین، انشاءالله بخش بعدی برنامه را هم فراموش نکنین که ما بخش پرسش و پاسخ داریم. دخترها و پسرها میتونین که اگر سوال در ذهن شما خطور کرده در مورد از این دو داستان یادداشت بکنین. انشاءالله در بخش بعدی برنامه متفق با بینندگان عزیز و گران ارج در اون مورد بحث خواهد کردیم. بینندگان نازنین، فعلا وقفه کوتاه، دوباره با برنامه خودتان همراه باشین. بینندگان عزیز و نهایت گران ارج برنامه قصه های قرآن، سپاس فراوان بابت همراهی گرمتان تا ایدم، بابت از اینکه همواره از برنامه خودتان حمایت کردین. خوشحال هستم از اینکه در این بخش برنامه که همانا بخش پرسش و پاسخ هست در محضر شما قرار دارم. فکر کنم دخترها و پسرها سوالاتشان را نوشتین سوالاتشان پسرها و دخترها؟ بله. خب پسرهای نازنین یک به یک سوالاتشان را برای ما اهدا بکنن. خیلی ها سپاس. سوال بعدی لطفاً. سپاس. سوال بعدی. سوال بعدی. ممنون. دخترای نازنین هم سوالاتشون رو برای ما اهدا بکنن. سپاس خیلی ها. سوال بعدی. خیلی ها سپاس. و 2 سوال اخیر. سپاس از که سوالاتتان را درج کردین پسرها و دخترها. اگر بینندگان عزیز هم سوال، انتقاد و یا پیشنهاد داشتن لطفاً سر بزنن به کانال یوتیوب قصه های قرآن. در اون قسمت نظریات خود را، سوالات خود را در کامنت ها برای ما بنویسن. ان شاء الله ما هم کوشش میکنیم که به اسرع وقت به سوالات و نظریات نیک شما هم پاسخ بدیم. آغاز میکنیم از اولین سوال. سوال خیلی زیبای پرسیده شده. حکیم به چه کسی گفته میشه؟ ما گفتیم لقمان حکیم. لقمان حکیم قرآن برای لقمان حکمت داد. حالا این حکمت چی است؟ و حکیم به کی گفته میشه؟
حکمت یعنی علم پروردگار، یعنی شخصی که حکمت ها را تشریح میکنه به او میگن حکیم. شخصی که حکمت های پروردگار را، رازهای نهفته در علوم پروردگار را میایه برای دیگر انسان ها تشریح میکنه، برای او میگن حکیم. و لقمان هم کی بود؟ حکیم بود که میگه ولقد آتینا العلم لقمان الحکمه، که ما برای لقمان چی داریم؟ حکیم داریم. و هر کسی که صاحب حکمت باشه برای چی گفته میشه؟ حکیم گفته میشه. سوال دیگری که در این قسمت قرار داره، بعد از سوالات مراجعه میکنیم به سوره مبارکه یاسین و آیات را که پروردگار در مورد اصحاب قریه بیان کرده انشاءالله قرائت خواهد کردیم. لقمان حکیم چرا گاو را کشت؟ سوال زیبا. به دلیل از اینکه صاحبش برایش امر کرده بود که ای لقمان برو گاو را از بین ببر، ذبح بکو و پلیدترین قسمت بدنش را برای من بیار. لقمان حکیم کدام دو قسمت را آورد؟ قلب و زبان را. خیلی زیبا. و هنگامی که دوباره براش گفت برو یک گاو دیگر را ذبح بکو و بهترین و پاکترین قسمت بدنش را برای ما بیار، دوباره کدام قسمت ها را آورد؟ قلب و زبان. خیلی زیبا. به همین دلیل بود که گاو را ذبح کرد، چون صاحبش برایش یه حرف را خطاب قرار داده بود. میپردازیم به سوال دیگر. حبشه کجا هست؟ سوال خیلی عالی. حبشه یک سرزمین، یک ماورای در قاره افریقا یا آفریقا است که کشور امروزی کشور ایتوپیا می باشه که در سرزمین حبشه عتیق یا حبشه قدیم قرار داشت. و همچنین باید حضور ذهن ما باشه که پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اول از مکه، مسلمین البته، به حبشه هجرت کردند در زمان هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سوال بعدی که در این قسمت قرار داره، آیا صبر پاداش دارد؟ سوال خیلی زیبایی شده. آیا صبر پاداش دارد؟ پاداش زیبایی را که صبر داره دخترها و پسرای نازنین خیلی پاداش بزرگی است. شما ببینید حضرت ایوب در مقابل از بین رفتن فرزندانش صبر کرد، در مقابل گرفته شدن مال و اموال ازش صبر کرد، در مقابل از بین رفتن اموال و احشامش صبر کرد، که در اون مورد مکمل تا یک برنامه توضیح داریم که در چینل یوتیوب هم موجود هست و میتوانین از اون قسمت ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز. صبر، پروردگار چی میگه؟ ان الله مع الصابرین. پروردگار همراه کی است؟ صابرین هست، کسانی هست که صبر میکنن. پس وقت افراد پروردگار را در کنارشان دارن، الله را در کنارشان دارن، کدام خوف و کدام ترس باید داشته باشن؟ 100%. سوال خیلی زیبای مطرح شده بود که صبر چه پاداشی داره و در اون مورد هم بیان کردیم. چرا زبان و قلب مهم هست؟ شما ببینین پسرها و دخترای نازنین، قلب قسمت از بدن انسان هست که تماما عقاید، تماما باورها برمیگرده به قلب. اگر قلب یک انسان ناپاک باشه، هیچ قسمت دیگر از وجود از او براه راست حرکت نمی کنه، چون قلب و ذهن فرمان میده که کدام کار را انجام بده. و زبان، اینا متوجه باشین، در این قسمت ما باید اشاره بکنم دخترها و پسرای نازنین، که انسان با زبان خود خیلی کارها را انجام داده میتونه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چی میگه؟ میگه یکی از بدترین مردمان هستن که مراقب زبانشان نیستن، مراقب از این نیستن که چی خطاب میکنن. خیلی وقتا انسان میتونه با زبان خود بسیار افراد را از خود برنجانه، بسیار کارهای بد و زشت را بسیار قلبها را میتونه با زبان خود بشکنه. پس باید قلب و زبان انسان همواره پاک و منور به انوار الهی و ملکوتی باشه. سوال دیگری که در این قسمت قرار داره، لقمان کی بود؟ خیلی سوال زیبایی. لقمان یک شخص حکیم بود،
یک تن از بندگان پروردگار بود که پروردگار برایشان چی بخشید؟ حکمت بخشید و ایشان معروف به چی شدن؟ لقمان حکیم. خیلی زیبا. سوال بعدی که در این قسمت قرار داره، انطاکیه کجا بود و کیها در آن قسمت زندگی میکردن؟ قسمی که من براتون بیان کردم، قرآن کریم فقط بیان کرده اصحاب القریه، اسم قریه ذکر نشده، اما بنابر برخی روایات ما داریم که میگن در اون قسمت انطاکیه. انطاکیه یکی از محلات بود که در اون قسمت مردم زندگی میکردن که مشرک و بت پرست بودن و هر قدر هم اگر برای ایشان وعظ و نصیحت میشد بیفایده بود و آنها حبیب را به شهادت رساندند و 2 تن از پیامبران دیگر الهی را تکذیب کردند. درست؟ سوال دیگری که در این قسمت وجود داره، من حیث آخرین سوال که بعد از او انشاءالله بپردازیم به آیات، اصحاب قریه کیها بودن و آیا حبیب پیامبر بود؟ خیلی سوال زیبای مطرح شده. نه خیر. البته صحت و سقم از این حرف برمیگرده به علمیت الله پاک، اما طی روایات صحیح ما داریم که از پیامبر بودن حبیب چیز بیان نشده، اما باز هم الغیب عند الله. و اصحاب قریه مردمان بودند که مشرک بودند، دعوت پروردگار را اجابت نکردند، دعوت 2 فرشته را اجابت نکردند، دعوت حبیب را اجابت نکردند و آمدن حبیب را به شهادت رساندند. این بود از بخش سوالات. خب حالا میپردازیم به آیات مبارکه که پروردگار عالمیان برای ما و شما در مورد اصحاب قریه بیان فرموده. سوره مبارکه یاسین آیات 12 الی 20. پروردگار بیان فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل اصحاب القریه اذ جاءها المرسلون. اصحاب قریه اصحاب بودن، قسمی که من براتون گفتم، هنگامی که مرسلان و پیامبران الهی آمدن در میان ایشان. اذ ارسلنا الیهم 2 فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. هنگامی که این 2 پیامبر، این 2 مرسل الهی آمدن، اینها چی کردن؟ ایشان را تکذیب کردن، گفتن شما دروغ میگین، شما کذاب هستین، شما افراد هستین که میخواهین ما را فریب بدین. اما به امتداد از این آیت پروردگار متعال چه بیان فرموده؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. فرشتگان چی گفتن؟ گفتن ما بشر مثل شما هستیم. به غیر از این که یک نکته هست که پروردگار عالمیان بالای ما حرفهای را نازل کرده که شما ما را تکذیب میکنین، شما او حرفها را قبول ندارین. و ما علینا الا البلاغ المبین. بالای ما بغیر از بلاغ، یعنی بغیر از ابلاغ کردن، چیز دیگر نیست. متاسفانه به دلیل قلت وقت نمیشه مکمل آیات را در این قسمت تمام بکنیم، به همین قدر آیه اکتفا میکنیم. در آیه اخیر پروردگار چی فرموده بود؟ که این 2 ملائکه چی گفتن؟ گفتن بر ما بغیر از ابلاغ چیز دیگره نیست، ما فقط برایتان ابلاغ میکنیم، شما مخیر به انتخاب هستین، شما میتونین که انتخاب بکنین که راه راست و یا راه غلط، راه صراط مستقیم و یا صراط باطل، راه الهی و یا راه شیطان. همین قسمت میباشه پسرها و دخترای نازنین که در همین نقطه برنامه امروزی ما و شما به اتمام میرسه. سپاس از شما که تا ایدن با برنامه ما همراه بودین، قصه ها را به بسیار اشتیاق شنیدین و سپاس از بینندگان عزیز و نازنین که تا ایدن با برنامه خودشان همراه بودن و به گوش جان قصه های ما را شنیدن، داستان های الهی، داستان هایی که پروردگار برای هدایت بشریت، برای اخذ عبرت فرستاده را شنیدن. امیدوار هستم که برنامه محضرتان مقبول واقع شده باشه بینندگان عزیز و نازنین، تایی که یک بار دیگر من احمد خیام صادقی متفق با دستاندرکاران عزیز و کوشای برنامه، مهمان خانه های شما از مستطیل رسانه شبکه جهانی آریانا
و چنل یوتیوب قصه های قرآن خواهیم بود. شما را به الله پاک و بی‌نیاز، به پروردگار ارض و سما به امانت میگذاریم. امید روز و روزگارتان بر وفق مراد و زندگانیتان لحظه از اکناف رحمت الهی به دور مباد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.